چیز دیگر درباره آمادگی بر رمضان میدونیم که وقتی در پیش ما یگان روز مخصوص داریم، یگان چوربینی مخصوص داریم، حتما به اون آمادگی میبینیم. و چی رسد به ماه رمضان، ماهی که در آن شبهای قدر است که پروردگار میگوید لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر، عبادتی شب قدر از 1000 ماه، از 84 سال بهتر است میگوید. و چه خیلی میدانید در حدیث ها که ماه رمضان از ماه‌های هست که شیطان ها بسته می شوند، دیگر شیاطین به شما یگان وسوسه نمی کند. ماه رحمت نزول پروردگار است که در این ماه، در ماه‌های علل خصوص در شب‌های قدر، شب‌های رحمت پروردگار است. دعا در این ماه اجابت است، رحمت الله شامل بندگانش است. یعنی این ماه رو در دیگر 11 ماه اصلا پیدا نمی‌کنیم. یعنی یک روزهای مخصوص عبادت، یک روزهایی که شما دیگر فرصت دارید برای تنها ماندن با خودتان، تنها ماندن با پروردگارتان، دور شدن از دنیا و از اهل دنیا داشته باشید. و به این باید آمادگی گیریم. اولین آمادگی البته باید با اخلاص که من این رمضان را فقط به خاطر الله با عبادت میگذرانم، نه به خاطر آنکه خویش و تبار من، یار و دوستان من، خانواده من روزه میگیرند من هم باید روزه گیرم، دوست ها نماز میخوانند من هم نماز میخوانم. نه، مخلصا لله باید همین ماه را با خود عهد و پیمان کنیم که یگانه برای رضایت پروردگار من این ماه را با روزه و با عبادت میگذرانم. چه خیلی که در حدیث آمده است هر کسی که رمضان را با ایمان و احتساب که پروردگار اجرش فقط از تو باشد گذرانید، پروردگار تمام گناههای او را میبخشد.